افسانه‌ای خروس زیرک از افسانه‌های خلق تاجیک. شغال گرسنه و غمگین در فکری سعیده بود. خروسک را دید که دان چیده گشته است. شغال آهسته و با احتیاط و بی صدا به سوی خروسک قدم زد. خروسک هوشیار پی برد که شغال می آید. فیری پرید و به سر دیوار نشست. شغال پیش دیوار آمده گفت: دوستی عزیز خروسک، مگر ترسیدی یا حذر کردی که مرا دیده پریده به سر دیوار نشستی؟ کی باز تو شغال به من دوستی عزیز شدی؟ تمام عالم می داند که جنس تو همیشه در فکر شکار مرغان است. برای ما مرغان قتالتر است و دشمنی نیست. تمام عالم میگویی و خود از کارهای عالم بیخبری. گفت شغال: آنچه کارها بوده است که من بیخبر مانده ام؟ پرسید خروسک. این پگاه جانوران جمع شده مجلس آراستند. پیشنهاد شد که بین جانوران خواه وی درنده باشد یا پرنده، خزنده باشد یا چرنده، دشمنی بر هم خورد و صلح و دوستی برقرار شود. گرگ همراه گوسفندان گردد، گربه همراه موش، سگ همراه گربه، روباه همراه مرغ. فهمیدی؟ تو باشی از دنیا بیخبر، مرا دیدی و هراسیده گریختی. من از قرار مجلس آگاه نیستم. تا به گوش خود نشنوم باور نمی کنم. گفت خروسک. من به تو گفتم کو. آتشین شد شغال. کدام خروس به شغال باور کرده است که من به تو باور کنم؟ باور نمی کنی؟ فرو، من به تو دست نمی زنم. گفت شغال. پیش تو فرایم. من گو و پیش تو می فرایم، لیکن از بالا می بینم که به این طرف یک توده سگان می آیند. از سگی گزنده کی نمی ترسد؟ و آنها باور کنم؟ گفت خروس. شغال نام سگان را شنیده شتابان راهی گریز را پیش گرفت. با شغال کجا می گریزی؟ پرسید خروسک. مگر بین پرنده و حیوانات صلح اعلان نشده است؟ به خیالم سگان درباره صلح خبری ندارند. گفت شغال و در یک آن نظر غایب شد. خروسک با همین تدبیر خود را از چنگال شغال فتنه انگیز خلاص کرد. افسانه به آخر رسید.